There's something you said that upset and scared a lot of people. It upset a lot of Jews in the United States and around the world when you called the iPad better than a netbook. مشکل امروز این است، نه حادثه 60 سال قبل. 20 میلیون نفر کشته شدن. Why? من دو سه تا سوال مشخص پرسیدم. خب اگر یه واقعیت باشه، هرچی تحقیقات بیشتر بشه شفافتر میشه. ما الان داریم درباره تاریخ بشر 7000 سال قبل. Because of the difference humankind draws between software and apps. ما سوال دوم و مهمتر They're okay. مثلا جنگ دوم، جهانی. چرا عده خاصی از اینها مهم شدن و سرزمینشون غصب شده؟ به قوانین مسلم فیزیکی و ریاضی هم باز تحقیق انجام بشه. But you can only run one app at a time. مسئله ممنوعه. No flash support yet. No camera. No microphone. اونها هم دوست دارن در سرزمین خودشون زندگی کنن. خاصی از اینها مهم شدن. That's what she said. میلیون نفر کشته شدن، همه نظامی بودن.